ایده رو معرفی بکنم برای حوزه منابع انسانی. همونجور که مستحضر هستید ما در حوزه جذب منابع انسانی در کشورمون مشکلات بسیاری داریم، چه تو بحث استخدام، چه تو بحث بکارگیری و حتی ارتقاء و استفاده و جابجایی نیروی انسانی. ما اومدیم توی نرم افزار این مشکل رو به این شکل برطرف کردیم. سامانه ما یه سامانه هوشمند هست که برای اولین بار در کشور بر اساس استانداردهای جهانی در سه گام اول خود اظهاری هست که خب سایر همکاران ما در سایت های کاریابی و همکاری که در ایران مشغول هستند این قسمت رو دارن انجام میدن. ما این قسمت رو اومدیم به صورت هوشمند طراحی کردیم، یعنی فیلد اجباری هست سالی که بعد جوابگو باشن و بعد میره به گام بعدی. گام بعدی ما حوزه مهارت شناسی هست که حوزه جذابی هست و ما در منابع انسانی رو در حوزه‌های مختلفی از جمله استعداد شناسی، رغبت شناسی و شخصیت شناسی مورد سنجش قرار میدیم. خب این اتفاق که در کشور ما میفته حوزه مختلف خود اظهاری و حوزه مهارت از ابعاد مختلف انجام شد. میمونه بحث استاندارد. یه سازمان رو داریم به نام سازمان جهانی اونت. سازمان جهانی اونت مشاغل دنیا رو به صورت استاندارد، شرط احراز و سایر مواردی که مربوط به شغل هست رو معرفی کرده. ما در این گام سوم اومدیم مشاغل ایران رو استخراج کردیم و بازنگری کردیم و استانداردهایی که بازنگری کردیم رو در گام سوم مچینگ صورت بدیم. یعنی فردی که خود اظهاری کرده و ابعاد مختلف رو مورد سنجش قرار داده و مهارتش شناسایی شده، حالا میاد سنجش میشه و مچینگ صورت میگیره با استاندارد. و اتفاق بعدی هم که میفته به این شکل هست که الگوریتم توی سامانه صورت میگیره و با این الگوریتم درصد تطبیق میده و مشخص میکنه که فرد مناسب چه پست و سمتی هست و اتفاق بعدی این هست که بهش پیشنهاد میده که مناسب چه شغل‌هایی میتونه باشه و حالا بحث ارتقاءش، نقاط ضعف و قوتش و خب در نهایت هم یک گواهی صادر میشه. خب این سامانه افتخار تالنت هست که ما به شما همکاران مختلفی که در حوزه‌های چه کارفرمایی چه کارجویی فعالیت میکنیم معرفی میکنیم و انشالله که بتونه مورد استفادهتون قرار بگیره، خصوصا در استفاده درست از منابع انسانی که بهترین منبع میشه به لحاظ علمی و استاندارد که بتونیم بهترین تصمیم روی مدیر برای حوزه بکارگیری و ارتقا و استفاده درست از منابع انسانیش داشته باشیم. خیلی ممنون.